مومنی زاویه مناسب هست، بلند قامت‌های مقاومتی هم اومدن به روی دروازه، موقعیت برای مقاومت و توی دروازه مصطفی صبری گلزنی میکنه برای مقاومت شهید سپاسی و 1-0 این تیم رو پیش میندازه. مصطفی صبری در این ورزشگاه و همین فصل به پرسپولیس هم گل زده بود. پس یادداشت میکنیم دقیقه 30 مقاومت شهید سپاسی 1 استقلال تهران 0. زننده گل مصطفی صبری. نیمی از ورزشگاه به وجد میاد و نیمی دیگر از ورزشگاه در سکوت مطلق. از شیرین فراز به مقاومت اومد باقر زعفرانی، امیر متوسل زاده شد ترتنز این بازیکن پشت محوطه جریمه عوض میکنه برای ایران پوریان. حالا موقعیت برای ایران پوریان هست، ضربه‌شو هم میزنه با بیرون پای راست و توی دروازه از اون گل‌هایی میزنه ایران پوریان که در فوتبال کشورمون بی‌نظیر هست. با بیرون پای راست گوشه سمت راست دروازه وحید طالبلو رو نشونه میگیره و دروازه استقلال رو برای بار دوم باز میکنه. این نیمکت ذخیره‌های مقاومت هست و باز هم نیمه زردپوش ورزشگاه حافظیه که به جوش و خروش میاد. تیم استقلال تا این لحظه یعنی دقیقه 66 فرصت برای مقاومت سپاسی و گل سوم برای مقاومت سپاسی و این بار امین متوسل زاده. در حالی که مشغول گفتگو بودم با شما دیدیم که گل مقاومت سپاسی گل سوم هم به ثمر رسید. تیم استقلال میبایست مراقب ضد حمله‌های تیم مقاومت سپاسی باشه. میتونست خودش رو 2 گله و مقاومت سپاسی رو 4 گله کنه. موقعیت خطرناک رو میبینید، 5 موقعیت برای مقاومت و اینجا گل اول استقلال هم به ثمر میرسه. حالا میبینیم پرتاب مواد محترقه ای که مدت ها بود در ورزشگاه های ما شاهدش نبودیم، حالا از سوی تماشاگران این سمت جایگاه که طرفداران تیم استقلال هستند به سمت دروازه مقاومت سپاسی ارسال میشه. مقاومت سپاسی هیچگاه مغرور از نتیجه‌ای که به دست اومده نشدن و دچار احساسات نشدن. این فرصت برای مومبینی، خود مومبینی، باز هم مومبینی و توی دروازه گل 4 برای مقاومت سپاسی. حالا باید گفت که آقای پیروانی انتقام بازی رفت رو از آقای قلعه‌نویی میگیره و نتیجه بازی رو 4-1 میکنه. تا اینجا ضربه زیبایی رو به توپ زد علی مومبینی که گل اول مقاومت هم روی ضربه